یکی از بخش‌های مهم طراحی پلان جانمایی هستش که بعد از اینکه برداشت پلان انجام شد و با کارفرما صحبت کردیم و نیازاشون رو بررسی کردیم، چند تا پلان جانمایی مختلف اتود میزنیم. با توجه به متراژ و فرم فضا، آلترناتیوهای مختلفی ارائه میشه به کارفرما. با توجه به اولویت کارفرما پلان جانمایی انتخاب میشه و طراحی سه‌بعدی شروع میشه. دغدغه‌ها و سوالای کارفرما برای پلان جانمایی شامل متراژ فضایی مراجعه کننده، متراژ قفسه‌ها و متراژ کانتره که برای داروسازهای مختلف میتونه متفاوت باشه. یکی از که میخواد فضای مراجعه کنندش بزرگ باشه و قفسه اوپن شلف داشته باشه، یکی نمیخواد از حداکثر فضا برای چیدمان محصولات استفاده بکنه. سعی ما بر این هست که با توجه به دغدغه‌های کارفرما بتونیم فضای ایدئالی رو براشون ایجاد بکنیم. میخوایم که یکی از پلان‌های داروخونه‌مون رو با هم دیگه بررسی بکنیم و آلترناتیوهایی که بهشون ارائه دادیم رو ببینیم با هم. این یکی از پلان‌های داروخانه‌ها هستش که چند تا آلترناتیو مختلف به کارفرما ارائه داده شد که دغدغه اصلی ما حذف کردن و کم رنگ کردن ستون‌ها بود. ستون‌ها به تبع اگر داخل قفس‌های نمایشی حل بشه بهتر هست و بعد از اون با کانتر یا نشیمن میتونه درگیر بشه که کمتر به چشم بیاد. یکی دیگه از مواردی که توی آلترناتیو بهش توجه میکنیم این هست که بتونیم چیدمان‌های مختلف داشته باشیم. با فضای قفس‌های انبار و قفس‌های نمایشی میتونیم بازی بکنیم و اینکه با توجه به متراژ داروخانه فضایی ایجاد بکنیم برای اون داروخانه که جزء ارزش‌های پیشنهادیشون بره و باعث تفاوت با ما بقیه داروخانه‌ها بشه. آلترناتیو یک به این صورت هستش که ستون داخل کانتر حل شده، کانتر یو شکل داریم، نشیمنمون فرمش به این صورت هست و قفس‌های نمایشی روی جداره‌های اصلی داروخانه قرار گرفته و این قسمت به فضای انبارمون اختصاص داده شده. پلان بعدی یه لول جلوتر کار شده، قفس‌هایی که باعث شده فضای مراجعه کننده کمتر بشه ولی خب ستون با قفس‌های نمایشی درگیر بشه. آلترناتیو بعدی بازی کانتر یو شکل داریم با این تفاوت که قفسه‌های نمایشی از هر طرف یه لول جلوتر کار شده و باعث شده ما فضای سمت راست، سمت چپ و قسمت عقب فروشگاه رو به انبار اختصاص بدیم و از میزان فضای نمایشیمون کمتر بشه. در عوض اینجا برای مراجعه کننده برای بخش شبانه روزی فضایی در نظر گرفته شده که خب میتونه امن‌تر باشه و فضای بهتری برای مراجعه در شب براشون ایجاد بکنه. آلترناتیو بعدی کانتر به شکل ال شکل هستش و قفس‌های نمایشی خطوط کرو دارن. آلترناتیو بعدی همینطور که میبینین چیدمان کانتر و قفس‌ها به صورت کلی متفاوت شده و همچنین این آلترناتیو. بعد از جلسه و جمع‌بندی با کارفرما به نتیجه رسیدیم که این پلان میتونه نیازهای کارفرما رو پاسخ بده. خب حالا به خاطر متراژ کانتر، متراژ قفسه‌های نمایشی، متراژ فضایی مراجعه کننده و متراژ قفسه‌های انبار. برای هر پروژه چند تا آلترناتیو پلان جانمایی آماده میشه و مزایا و معایب هر کدوم توضیح داده میشه که با توجه به اولویت کارفرما یه پلان جانمایی انتخاب میشه و وارد بحث سه‌بعدی میشه.